سلام، به کانال من خوش اومدید. امروز قراره با هم یه هویج پلوی مجلسی درست کنیم که هم خیلی راحته، هم خوشمزه و پرطرفدار. هویج پلو رو هم با مرغ و هم با گوشت میتونید درست کنید که من امروز میخوام با سینه مرغ براتون درست کنم. ابتدا مثل همه غذاهای ایرانی احتیاج داریم به پیاز که باید خلالی و نازک خورد کنیم. معمولا از پیاز سفید استفاده میکنیم یا پیاز زرد. پیاز قرمز اصلا مناسب غذا نیست، بهتره برای سالاد استفاده بشه. پیازها رو خلالی و نازک خورد میکنیم. خلالها باید نازک و ریز باشن. خلالی درشت اصلا نباشه. اگر پیاز درشت دوست ندارید که داخل غذا باشه، میتونید نگینی و ریز خورد کنید. پیازها رو کاملا خورد میکنیم و کنار میذاریم. بعد از اینکه پیازها رو خورد کردیم و کنار گذاشتیم، میریم سراغ خورد کردن هویج‌ها که اول با پوسکن کاملا پوست هویج‌ها رو میگیریم، بعد خلالی و نازک خورد میکنیم. بعضی از دوستان هویج‌ها رو با رنده‌های رشته کن رنده میکنن. اصلا مناسب هویج پلو نیست چون خیلی نازک میشه و اصلا داخل غذا خوب نمیشه. برای هویج پلو نباید هویج‌ها رو نازک و ریز داشته باشیم. هویج‌ها رو بعد از پوست کندن به قطعات مساوی تقسیم می‌کنیم. بعد هر قسمت رو به اندازه 3 تا 4 سانت خلالی می‌کنیم. تمامی هویج‌ها رو به یک اندازه خرد و خلالی می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. هویج پلو یه غذای راحت و بی‌دردسره. عزیزانی که شاغلن یا وقت کافی برای آشپزی ندارن، میتونن مواد هویج پلو رو آماده کنن، داخل فریزر بذارن. هر زمان که خواستن از مواد آماده شده با برنج آبکش شده مخلوط کنن و یه غذای سریع و آماده داشته باشن. خب توی این مرحله تمام هویج‌ها رو به قسمت‌های مساوی تقسیم میکنم و هر قسمت رو خلالی و نازک برش میزنم. خب تمامی هویج‌ها رو خلالی و نازک خرد کردم. کف تاب روغن میریزم. هویج‌های خلالی رو اضافه میکنم و تفت میدم تا هویج‌ها کمی نرم بشه. تو این مرحله شما میتونید به جای روغن از کره هم استفاده کنید. فقط مراقب باشید که کره تحمل دمای بالا رو نداره و زود میسوزه. بهتره دما کم باشه. میتونید ترکیبی هم استفاده کنید. یه مقدار مساوی روغن و کره بریزید یا مثل من فقط از روغن استفاده کنید. خب هویج‌ها رو تفت میدیم تا کمی نرم بشه. یه نکته جالب این که هویج‌ها جزء سبزیجاتی هستن که با پختن و حرارت دادن رنگشون پررنگ‌تر میشه و رنگشون نارنجی‌تر میشه. اغلب سبزیجات با پختن رنگشون تیره میشه، ولی هویج‌ها برعکس هستن، رنگشون نارنجی و قشنگتر میشه. هویج‌ها رو به مدت 10 دقیقه تفت میدیم. هویج‌ها که کمی نرم شدن، کمی آب لیمو ترش و شکر اضافه میکنیم، کمی تفت میدیم، بعد هویج‌های تفت خورده رو از تابه خارج میکنیم. داخل همون تابه که هویج‌ها رو تفت دادیم، پیازهای نگینی خورد شده رو اضافه می‌کنیم. پیازها رو هم کمی تفت میدیم تا نرم و سبک بشه. نمی‌خوایم پیازهامون زیاد سرخ بشه، در حدی تفت میدیم که نرم و سبک بشه. پیازها که کمی نرم و سبک شد، نوبت اضافه کردن سینه مرغ. سینه مرغ رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم تا مرغ و پیاز هم با هم تفت بخورن. تو این مرحله به جای گوشت مرغ میتونید از گوشت چرخ کرده هم استفاده کنید.
مرغ‌ها رو که کمی تفت دادیم و تغییر رنگ داد، نوبت اضافه کردن ادویه هاست. کمی نمک، فلفل سیاه و زردچوبه میزنیم. حواستون باشه زردچوبه زیاد نزنین چون قراره عطر و طعم هویج پلو بیشتر با زعفرون انجام بشه. پس زردچوبه رو به مقدار لازم میزنیم، کمی پودر دارچین هم میزنیم و چون پودر دارچین رنگ غذا رو تیره میکنه کم استفاده میکنیم. اگر از دارچین خوب و مرغوب هم استفاده کنید، همون مقدار کمش کافیه. عطر خوبی به غذامون میده. بعد از اینکه مرغ رو به همراه پیاز و ادویه‌ها تفت دادیم، نوبت اضافه کردن هویج‌های تفت خورده است. هویج‌ها رو هم اضافه می‌کنیم و دوباره با موادمون تفت میدیم. کمی که هویج‌ها و مرغ‌ها با هم تفت خوردن، نوبت اضافه کردن زرشکه. زرشک رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. یه نکته خیلی مهم اینه که بعضی از افراد شیرینی غذا رو زیاد دوست ندارن. هویج پلو هم جز اون دسته از غذاهاست که خیلی شیرینه. اگر از اون دسته افراد هستید که غذای شیرین دوست ندارید یا برای عزیزانی غذا درست میکنید که شیرینی غذا رو دوست ندارن، میتونید زرشک رو یکم بیشتر استفاده کنید. زرشک کمی تفت خورد، زعفرون دم کرده به همراه عرق هل هم اضافه میکنیم و تفت میدیم. مواد کاملا تفت میدیم. آماده که شد، در تاول رو میذاریم و کنار میذاریم. اگر میخواد مایه هویج پلو رو فریزری کنید، اجازه بدید مواد کمی خنک بشه، بعد داخل ظرف بریزید، بذارید فریزر. هر موقعی که خواستید از فریزر خارج کنید و با برنج آبکش شده مخلوط کنید و دم بذارید. آب که جوش اومد، برنج خیس خورده رو اضافه میکنیم، در و ظرف رو میذاریم تا جوش بیاد. بعد کف روی برنج رو حتما میگیریم تا برنجمون سفید و شفاف بشه. برای پروهای مخلوط بهتره که از برنج ایرانی استفاده کنیم. برنج رو با آب بلند میشوریم، با نمک حدوداً 6 تا 7 ساعت خیس میکنیم. بعد آب اضافی رو خالی میکنیم و داخل آب جوش میریزیم. من اینجا برنج آبکش کردم، کف ظرف و روغن ریختم. برای ته‌دیگم از سیب زمینی استفاده کردم. بعد لایه به لایه برنج و از مواد رو میریزیم تا آخر. من مقداری برنج میریزم، بعد از مواد هویج پلو میریزم، کمی هم پودر دارچین برای عطر بیشتر غذا اضافه میکنم. این کارو لایه به لایه ادامه میدم تا موادمون تموم بشه. خب اینجا موادمون تمام شد. کمی کره و پودر دارچین هم در آخر میریزم. حدوداً 45 دقیقه میذاریم تا پلومون دم بکشه. خب اینم از هویج پلوی خوش رنگ و خوشمزه ما. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده نوش جان کنید.
ممنون از اینکه تا آخر این آموزش همراه من بودید. کانال ما را سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا آموزش بعدی رو از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.